نوبتی در شوم کورش نیروسنجی حقنظر نظرов پهلوان خوشنام تاجیک با ورزشگر روسیه یعقوبجان نظیرов آغاز گردید. یعقوبجان با یختک کبود و حقنظر با یختک سبز است که حرکت ها را زیاد میکنند در برابر یکدیگر. هنرنمایی ارزنده و شایسته حقنظر و بارها در مسابقه های سطح بین المللی از رشته گشتیگیری ما شاهد گشته و باید قید نماییم که او عنوان قهرمان آسیا و قهرمان جهان را از رشته گشتیگیری به دست آورده است. اینجا داور اشاره میکند که تخته یعنی ایسته. نیروسنجی ادامه می‌یابد و داور از کشور هندوستان است که این قوزمایی را حکمی دارد. حرکت از جانب یعقوبجان نظیرov و ببینید که چگونه سر زانو نشسته پرتافت انجام داد و امتیاز حلال بهاداری کرده می شود. همین در اولویت نصیب یعقوبجان نظیرov می شود و باید قید نماییم که از حقنظر نظرov کسی چنین باخت را انتظار نداشت، ولی این ورزش است. چنین حالت ها می شود و چنین برد و باخت در نیروسنجی ها حتما عملی می گردند. به هر صورت غالبیت کامل را یعقوبجان نظیرov به دست آورد و با یک پرتافت توانست که حقنظر نظرov را شکست می‌دهد. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه یک حرکت و اصول زیبا را یعقوبجان نظیرov در برابر حقنظر نظرov انجام داد.